سلام، ما را لایک کنید و برای داستان‌های تاریک بیشتر مشترک شوید. درخت نوری همیشه یکی از کارهای مورد علاقه من در دوران کوچکی بود. می توانستم از آنها بالا بروم. رکورد شخصی من برای رسیدن به بالای درخت 60 ثانیه بود که احتمالاً چندان چشمگیر نیست، اما برای من در آن زمان به این افتخار می کردم. من در آن زمان با مادر بزرگم زندگی می کردم و همیشه از این یک درخت در حیاط خانه من بالا می رفتم. سپس ساعتها روی آن تاب می خوردم، اما یک حادثه کابوس آمیز باعث شد از آن نقطه به بعد از درختان دور باشم. من بعد از صبحانه به حیاط جلویی رفتم و طبق معمول آماده بودم تا روی درخت کوهنوردی کنم. کفش‌هایم را در آوردم و جوراب‌هایم را در آوردم، چون در بالا رفتن با پای برهنه مهارت بیشتری داشتم. سپس از تنه درخت بالا رفتم و به پایین‌ترین شاخه‌ای که می‌توانستم چنگ زدم. با بستن چشمانم تصمیم گرفتم فقط در هوا آویزان شوم و از باد که به صورتم میزد لذت می‌بردم. بعد از 5 دقیقه شنیدم یکی زیر سرم میخندد. به پایین نگاه کردم و در کمال تعجب پیرزنی را دیدم که پوستی رنگ پریده داشت و لباس مشکی پوشیده بود و پای درخت نشسته بود. حداقل ظاهرش شبیه یک زن بود. او در حالی که صورتش را با دستانش پوشانده بود قهقهه میزد، مثل اینکه داشت پیکبو بازی میکرد. زنگ خطر باید همین الان در ذهنم به صدا در می آمد، اما من یک بچه 8 ساله خیلی ساده بودم، بنابراین فکر نمی کردم خطرناک باشد. به جای اینکه به مادر بزرگم زنگ بزنم از او پرسیدم چه چیزی خنده‌دار است که به آن می خندی؟ زن با چشمان خون آلودش به من نگاه کرد و لبخند زد. انگار خوشحال بود که با او صحبت کردم. سپس لبخندش گشادتر شد و دندانهای تیغش را نمایان کرد. او گفت چیزی که خنده‌دار است عزیز من این است که در چند ثانیه آینده من تو را از آن درخت بیرون خواهم کشید مانند یک میوه آبدار کم آویزان و سپس من تو را از سر تا پا میبرم. با شنیدن این کلمات و دیدن دندانهای هیولای زن صورتم رنگ پرید. انقدر ترسیده بودم که یخ زدم و کمی محکمتر به شاخه چسبیده بودم. در حالی که پاهای برهنه ام بالای سرش آویزان بود، این زن هر که بود معلوم بود که انسان نبود. وقتی او از جاش بلند شد و با دستان بلندش به سمت پاهایم دراز شد، از گیجی خارج شدم. سریعاً پاهایم را بالا آوردم و روی شاخه آوردم. سپس برای محافظت از جانم شروع به بالا رفتن کردم. زن در حالی که بعد از من شروع به بالا رفتن کرد یک خلقه سادیستی به صدا در آورد. اکنون من به توانایی بالا رفتن خود کاملا مطمئن بودم، زیرا 2 مزیت عمده نسبت به او داشتم. من کوچکتر بودم و پاهای برهنه داشتم. همچنین شما فکر میکنید یک پیرزن در سن خود برای بالا رفتن از درخت مشکل داشته باشد، اما در کمال تعجب او در عرض چند ثانیه روی پاشنه من بود. و منظورم این است که او به معنای واقعی کلمه دندانهایش را به پاشنه های من میکوبید. در حالی که من بالا میرفتم مانند نوع حیوان تمام انس تمرکزم طول کشید تا لنگ نزنم و در چنگال او نیافتم. همانطور که به صعود ادامه میدادم او جملاتی مانند من تو را میگیرم و بهتر از زودتر صعود کنی میگفت. اما من فقط کلمات او را تنظیم کردم و روی صعود تمرکز کردم. تنها چیزی که میشنیدم این بود که کف پای برهنه ام یکی پس از دیگری به شاخه های سیله میزد، در حالی که با این احساس عریت تهدید کننده زندگی حرکت میکردم. اما علی رغم تلاشم هنوز بچه بودم. برابر این طولی نکشید که اولین اشتباهم را مرتکب شدم. در حین بالا رفتن به دلیل حالت وحشتناکی که داشتم و جای پای مناسب روی درخت نگرفتم،
پایم از روی شاخه لیز خورد. هر دو دست به تنه چنگ زدم، سپس با عصبانیت پایم را به اطراف حرکت دادم و به دنبال شیاری بودم که انگشتان پاهایم بتوانند روی آن قرار گیرند تا دوباره جایم را به دست بیاورم، اما من گیر افتاده بودم. و در آن لحظه زن از تلاش برای گاز گرفتن پای من در حالی که در هوای بالای سرش آویزان بود تردید نکرد. اما خوشبختانه ترس من را نگه داشت و توانستم به موقع پایم را به عقب بکشم. او میخندید و از تعجب و گریز لذت میبرد. زن پس از رسیدن به نیمه درخت ناگهان ساکت شد. بنابراین من پایین نگاه کردم تا ببینم آیا او هنوز آنجاست، اما او رفته بود. حتی یک ردی از او باقی نمانده بود. برای یک لحظه شروع کردم به فکر کردن که آیا او را تصور می‌کردم. ناگهان دو دست بزرگ هر دو مچ پایم را گرفت و پاهایم را از زیرم بیرون کشید و باعث شد به پشتم بیفتم. قبل از اینکه متوجه شوم من را به هوا بلند کردن و زیر پاهایم آویزان شدم. دیوانه‌وار به بالا نگاه کردم تا چهره هولناک موجود را ببینم که به من لبخند میزد. من نمیدانم چگونه قبل از من به اوج رسیده است. حتی ندیدم از کنارم بگذرد. حرکات این چیز منطق را چالش میکشید. در حالی که دندانهایش را میلیسید گفت: بهت گفتم میربایمت. سپس این موجود دهان خود را به شکل غیر انسانی باز کرد و صدها دندان تیز نمایان شد. سپس به آرامی پاهایم را به سمت خود آورد و آماده بود تا مرا ببرد. در حالی که دیوانه‌وار با پاهایم لگد می زدم، بالای ریه هام فریاد می زدم و سعی می کردم خودم را رها کنم. اما فایده‌ای نداشت. تنها زمانی که نجات پیدا کردم که مادر بزرگم بعد از اینکه فریاد زدم بیرون آمد. این موجود به سرعت من را رها کرد و بدون هیچ اثری ناپدید شد. تقریبا انگار هرگز وجود نداشته است. خیلی سریع از آن درخت بیرون آمدم و مستقیم به آغوش مادر بزرگم دویدم و بی اختیار گریه می کردم. سعی کردم آنچه را که دیده بودم برایش توضیح دهم، اما او حرفم را باور نکرد. سالها از آن زمان می گذرد، اما من تا زمانی که زنده هستم هرگز چهره آن چیزی را که فراموش نمی کنم. امیدوارم از داستان امروز من لذت برده باشید. لطفاً دکه سابسکرایب رو بزنید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید.